امروز بعد یه ریج نسبتا سنگین کیبورد قدیمیمو خراب کردم. شیفت و انترش دیگه کار نمیکنه. پس به سرم زد برم سراغ یه کیبورد گیمینگ، یه کیبوردی که حداقل RGB داشته باشه دیگه. اینا به ما نمیرسه و رسیدم به ایشون. بهترین کیبورد مکانیکی تو رنج قیمتی 5 الی 6 میلیون تومان. کیبورد مکانیکی XPG مدل سامونر. کیبوردمون به صورت دیفالت 7 الگوی RGB مختلف داره و کلی الگوی مختلف دیگه که با برنامه XPG پرایم تنظیم میشه. اصلا نگم براتون. تمام کلیدای مهمو داره و جزو کیبوردهای 100%. با این بیل بیلک هم میشه صدا رو کم و زیاد یا میوت کرد. سوئیچ‌های کیبوردمون هم قرمزه، یعنی دکمه‌ها با کوچیک‌ترین فشار عمل میکنن. دکمه‌های کیبوردم خیلی راحت در میاد. میتونید کلیدای کاستوم شده روش بذارید یا با این 9 تا کلیدی که بسته‌بندیش هست تعویضشون کنید. اینم بگم دکمه‌های کیبوردمون حروف فارسی رو نداره، یعنی واسه تایپ کردن شاید به مشکل بر بخوره، اما جدا از اینا سر و صدای نسبتا زیادی هم دارن. به نظر من یکی از مهمترین قدمایی که واسه گیمر شدن میشه برداشت تهیه یک کیبورد گیمینگ مناسبه، یک کیبورد مکانیکی خوب مثل XPG سامونه.